سلام به شما دوستان و همراهان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز یک فال ماه به ماه برای 12 ماه سال رو داریم. البته اگر دوست دارید ببینید حتما تا انتهای ویدیو همراه ما باشید، چرا که این یک فال کلیه همونطور که میبینید و امکان داره که اتفاقاتی که گفته میشه برای دیگران هم به وقوع بپیونده. پس حتما با ما همراه باشید تا این فال به نیت شما باشه و اگر حمایت کنید حتما میتونید انرژی‌های خوب فال رو برای خودتون بکنید. دوستتون دارم. بریم با همدیگه یک فال بی‌نظیر رو تجربه کنیم. دوست فروردین ماهی من، برای تو میبینم یک سفر رو خواهی داشت. به جایی خواهی رفت برای یک مشکل کاری یا برای حل و فصل یک مسئله کاری. یه سری مشکلات رو دارم میبینم که برای شما باعث ایجاد یکم به هم ریختگی هایی شده که باید مقابله کنی با این مشکلات. دوری از یک رابطه احساسی رو دارم برات میبینم، مدتی فاصله گرفتن که انشالله براتون، برای رابطتون و برای خودتون میتونه خوب باشه. همچنین که مضیقه مالی یا یک شکست مالی برای شما دیده میشه. انشالله که هر چه که هست این مدت زمان بگذره، حدوداً یه 7 الی 8 مدتی باید بگذره تا این مشکلات مالی برای شما رفع بشه. گرفتن وام رو اگر بهش فکر میکنید در حال حاضر میتونه برای شما خوب باشه، اما شما رو مقداری به زحمت میندازه. از لحاظ روابط عاطفی بهتون گفتم یکم به هم ریختگی هایی که عاملش بیشتر مشکلات کاری و مالی شما هست. باید به افرادی توی حیطه کاریتون کمی دقت بیشتری داشته باشید. امکان داره جایی سرمایه گذاری کنید که زیاد در این حالت به نفع شما نباشه. دقت کنید نسبت به این موضوع. دوست اردیبهشتی من، خبری که مدت هاست منتظرشی تا یک وعده آینده به شما خواهد رسید. اگر میخوای توی کارت پیشرفت بکنی انشالله خیلی زود خواهی توانست تا 2 الی 3 مدت آینده پیشرفت‌های خوبی رو در کارت ببینی. چیزی که دارم برات میبینم، اگر نیت بارداری کردی برات وجود داره، اگر نیت اینکه حالا ازدیاد مال انجام دادی یا اینکه میخوای یک حرکتی انجام دادی که منتظری نشستی دورادور و منتظری که شکوفایی اون رو ببینی برات وجود داره. اگر برای فرزندت نیت کردی براش دارم روزهای خوبی رو میبینم. رسیدنت به مراد و روشنایی رو من دارم به وضوح برات میبینم و اینکه از لحاظ شغلی، کاری، اجتماعی میبینم در سطح بالاتری قرار خواهی گرفت. اگر نیتت ازدواج بوده 100% برای شما که ازدواج بسیار خوب باب میلت وجود داره. اما اسب مرادی که وجود داره نشون دهنده این هست که شما قطعاً به مرادت خواهی رسید و روزهای روشن برای شما در پیشه، علیرغم اینکه بسیار شاید ناامید باشی. مراجعه شما به یک فردی که باید مشکلات شما رو حل بکنه، احیانا یک خانم هستش، ممکنه حالا توی ایده کاریت باشه، ممکنه حالا میخوای به یک بانک مراجعه کنی، کار داری، حالا هر چی که هستش، یا حتی میخوای کار قانونی انجام بدی، هر کدوم که هست برای تو دارم در نهایت روشنایی رو میبینم که انشالله برات خیر باشه. برای خردادی‌های عزیز باز دارم یه مقداری به هم ریختگی مخصوصاً از لحاظ خانوادگی رو می‌بینم. موضوعاتی که برای شما پیش اومده شما رو به هم ریخته کرده، چه به لحاظ عاطفی چه به لحاظ شغلی، که باعث شده نسبت به دیگران بدبینی‌هایی پیدا بکنید و این بدبینی‌ها شاید حتی در گذشته شما بوده. شاید الان در حال حاضر با یک کیس عاطفی بخواید مراجعه یعنی صحبت بکنین، رابطه‌ای داشته باشین یا هر چیزی، اما یک مقداری می‌بینم که شما عصبی، استرسی و بدبین و بدگمان هستید توی هر مسئله‌ای که هستش. موقعیت کاری رو می‌بینم براتون پیش میاد یا موقعیت عاطفی، اما نمیتونید به نحو احسن از اون استفاده بکنید. درگیری‌هایی بین خانواده، حالا چه شما مجرد باشین با خانواده پدری چه با خانواده حالا خودتون اگه متأهل باشین، درگیری‌های خانوادگی رو دارم برای شما می‌بینم و کسی که خنجر رو براتون از رو بسته و مدام طلبکار شماست و شما رو ناراحت می‌کنه. به هر حال چیزی که دارم برات می‌بینم دوست عزیزم، تا هفته بعده آینده یک سری حالا رازهایی برات فاش میشه، پرده‌هایی برات کنار خواهد رفت که انشالله برات خیر باشه. اما می‌بینم که از فاش شدن این راز که میفهمی کسی که حالا خیلی بهت نزدیک بوده، حالا شریک عاطفیت بوده، عشقت بوده یا همسرت بوده یا حتی خانواده‌ات بوده، میفهمی که چنین بدی رو کرده، چنین حرکتی رو کرده، به شدت ناراحت و به هم ریخته میشی. انشالله که هر چه زودتر این مشکل از سر شما رد بشه. فعلا یک دوره ناراحتی ها رو دارم برات میبینم که با تدبیر خودت باید حلش بکنی. همچنین اینکه اگر موقعیت کاری، پیشنهاد شغلی داری، یکم بدبین رو کنار بذار، از قالب خودت بیرون بیا، یک بررسی‌ای رو انجام بده. اگر دیدی که خوبه حتما انجامش بده. اما در حال حاضر این مقداری شما رو به هم ریخته می‌بینم، انشالله به زودی زود برطرف خواهد شد. برای تیر ماهی عزیز، دو وقتی از دارم می‌بینم که دستت خالی شده یا اینکه برای مقدار پولی که مبلغ 2 هست، حالا
یا اینکه تا دو وقتی هستش که یک پولی از شما خورده شده، شکست پولی داشتی یا احساس حالا مضیقه می‌کنی و یا اینکه تا 2 مدت آینده ممکنه یه همچین احساسی برای شما پیش بیاد. این باعث میشه یه مقداری مشکلات توی خانواده از بابت مسائل مالی رو دارم برات می‌بینم. حتی شاید خودت توی خانواده‌ای قرار داری و مدام سر مسائل پولی، مالی، ملکی، خانوادگی داری بحث می‌کنی که این اصلا نمیتونه برات خوب باشه چون شما رو به شدت تنها خواهد کرد. دقت داشته باش نسبت به این موضوع. این مقدار شما رو در حال حاضر عصبی دارم می‌بینم و بیشترش هم در مورد مسائل کاری، مالی و یا خانوادگی هست چیزی که دارم برات می‌بینم و به زودی می‌بینم که بین شما و یک خانم، حالا یا از اعضای خانواده‌ته، یه خانمی که تقریبا شاید هم‌سن و سال باشین یا اینکه حالا همسرته یا اینکه هر شخصی که هسته سر یه مسئله مالی شما بحث خواهید داشت. دقت کن نسبت به این مسئله یه کمی دودلی و تردید رو دارم توی رابطت یا توی زندگیت بر هر موضوعی، توی موضوعات مالی، توی موضوع خانوادگی یه دودلی و تردیدهایی رو دارم برات می‌بینم که یک مقداری شما رو ممکنه که عقب بندازه. شاید میخوای برای یک پولی به کسی رو بندازی، ممکنه روی شما رو نگیره. نسبت به این موضوع دقت داشته باش. و مورد دیگه که دارم برات میبینم به هر حال این هست که اگر متأهل هستی یه کمی بحث، درگیری، ناراحتی بین شما و همسرت و یا اینکه اگر شریک عاطفی داری بین شما و شریک عاطفی برای من داره دیده میشه. انشالله که سعی کنی با دقت داشتن و یه مقداری آرامش رو حفظ کردن اینها رو برطرف کنی تا بزرگتر نشه. در حال حاضر دستتو تنگ می‌بینم اما تا یک مدت آینده انشالله یک مقداری از این درگیری‌های مالی و مشکلات مالی برطرف خواهد شد. برای مرداد ماهی عزیز یک مقداری ناامیدی افتاده در هر موردی که بوده. یکم احتیاط بیش از اندازه‌ای که لازم شما داشته باشید، چه در مورد سلامتی، چه در مورد مسائل شخصی، مسائل عاطفی، مسائل خانوادگی. اما چیزی که دارم برات می‌بینم مرداد ماهی جان در مورد مسائل عاطفیت حدوداً فکر می‌کنم 9 وعده‌ای هستش که آدمی شدی که به اصطلاح سرد رفتار می‌کنی و انگار که کلاً دیگه قلبی در سینه وجود نداره. به خاطر مشکلاتی که حالا داشتی ممکنه حتی شما متأهل باشی. هر چه که هستش می‌بینم رو به خدا بردی و انگار که گله و شکایت داری از افرادی که در حق اونها خوبی کردی اما بهت خوبی نکردن. انگار که از پشت بهت خنجر زدن. یه چنین حالتی رو دارم برات می‌بینم اما نگران نباش. خداوند به زودی زود صدای تو رو خواهد شنید چون چیزی که برات می‌بینم یک خبر خیلی مثبت و خوبه. اگر شکست عاطفی داشتی 9 وعده که بوده حالا شکست عاطفی داشتی من دارم برات می‌بینم که تا یک مدت آینده حتما برای شما خبرهای خوبی است. اگر شکستت حتی عاطفی نبوده در هر موردی که بوده نیاز به احتیاط داره در حال حاضر چیزی که هست حالا ممکنه در مورد حتی سلامتی باشه در مورد رابطت باشه در هر موردی اون چه که نیاز به احتیاط داری در موردش محتاطانه رفتار بکن. تا یک مدت آینده خبرهای خوب رو دارم می‌بینم که به دستت خواهد رسید. به خصوص در مورد مسئله‌ای که به شدت از اون احساس ناامیدی می‌کنی اگر که در مورد حالا حیطه کاریت بوده در مورد هر چه که بوده انشالله به زودی زود برات خبرهای خوب افتاده و روشنایی رو دارم برای شما می‌بینم انشالله و این خبرها رو تا حدود زیادی بیشتر در مورد مسائل شغلی، مالی دارم برات می‌بینم و یا مهاجرتی یا اینکه بری جای دیگه کار بکنی اگر در حال حاضر بیکاری. به هر صورت احتیاط رو دارم برات می‌بینم که خوبه اما بیش از اندازه داره شما رو یک مقداری خسته می‌کنه. ناامیدی رو دارم برات می‌بینم و پشت پا زدن به تمام خوشی‌های دنیا که یک مقداری باید این حال رو از خودت دور کنی. اما برای شهریور ماهی‌های عزیز چیزی که دارم برات می‌بینم دوست عزیزم یک بحث، یه درگیری، یه ناراحتی بین شما و عشقتون یا همسرتون هستش که باعث ناراحتی هر دو طرف شده. بیشتر کارت‌های شما رو دارم حالت به اصطلاح عاطفی می‌بینم. اون چیزی که دارم می‌بینم ناراحتی‌هایی که بین شما و شریک عاطفیتون وجود داره و یا اینکه حتی ممکنه شما با کسی که توی حیطه کاریتونه با همدیگه همکار هستید عشقتون باشه دوستش داشته باشید میخواد ببینید که آیا اون همین حس رو به شما داره. بله داره ولی ناراحتی یک شخص رو از شما دارم میبینم به خاطر حالا یک حرکتی یک حرفی چه توی حیطه کاری چه توی حیطه حالا
عاطفی باشه، هر کدوم که بوده، چیزی که دارم براتون میگم یک ناراحتی دو طرف است، اما دو طرف به سمت هم هستن، امکان برگشت براتون وجود داره. اگر که دوست من اتفاقی برات افتاده، چه به لحاظ حالا مالی باشه، چه به لحاظ خانوادگی باشه، به هر نظر که باشه و شما رو ناراحت و غمگین کرده، چیزی که دارم برات میبینم انشالله به زودی زود خبرهای خوبی برای شما هست و این اتفاق تمام خواهد شد. اگر شما آقایی هستی که یکم اعتماد به نفست پایینه و یا شریک عاطفیت آقایی هستش که اعتماد به نفسش پایینه به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل شغلی، هر کدوم اینها که هستش، من دارم بهبود شرایط رو برای شما میبینم. 2 مدت طول میکشه، شاید تا 2 ماه آینده، ولی انشالله خبرهای خوبی برای شما هست و این بالا و پایین هایی که توی زندگیتون هستش انشالله تغییر و تحولات 180 درجه در روی اون براتون وجود داره. از لحاظ اعتقادی میبینم که یه کمی انگار که فاصله گرفتید به خاطر اینکه حالا اون چه که میخواستید براتون نشده، اما به زودی زود میبینم حالا نظری براتون ادا میشه، اتفاقی براتون میفته که دوباره اعتقادات شما قوی تر خواهد شد. برای ازدواج اگه نیت کردی، شخصی رو میبینم که جوان هستش و تقریبا چهره بوری داره و از لحاظ حالا موقعیت شغلی موقعیت حالا خوبی داره، موقعیت اجتماعی خوبی داره و میبینم که به سمت شما خواهد اومد و اینکه اگر که برای کمک از کسی نیت کردی، قطع به یقین ایشون به شما کمک خواهد کرد. دقت داشته باشین نسبت به این موضوع، نگران نباشین، انشالله که مشکلاتتون به زودی زود حل خواهد شد. ولی در مورد شما اونقدر غمگینی قوی رو من نمیبینم. در مورد حالا شما یک مقداری باز شرایطتون نسبت به حالا ماهای پیشی که گفتم بهتر هستش. مهمانی جان، پول بسیار خوب رو دارم میبینم که به دستت خواهد اومد. هدفهای مالیت به ثمر خواهد نشست. سرمایه گذاری اگه کردی، طلا اگه خریدی، دلار خریدی، هر کاری که کردی، چه توی حالا فضای مجازی چه توی حالا واقعیت، اگر که آدمی هستی که تو کار حالا معامله هستی، مثلا بازاری هستی، هر کدوم که دارم میبینم یک سود خوب برات وجود داره، یک سفر خوشحال کننده و آرامشی که بعد از ببین انگار که یه تلاشی میکنی و اون هدف دلخواهت رو بهش خواهی رسید. این هدف رو بیشتر هدف مالی دارم برات میبینم که دستت رو پر میکنه. ممکنه حتی در مورد اهداف عاطفیتون هم باشه که دستتون پر خواهد شد. به هر صورت شاید یه موقع پولی رو دست کسی دادی بهت برگردونده بشه. هر کدوم که هست دارم خوشحالی رو برات میبینم، رفتن به یک مسافرتی که طبیعت داره، شاید شمال باشه، یک جایی که بهت آرامش خواهد داد، میری و یه مقداری هم پول خرج میکنی و بهت خوش خواهد گذشت و من آرامش رو دارم برات میبینم. برای بعضی شاید مدتی فاصله گرفتن از محیط کاریشونه که میتونه براشون بسیار عالی باشه، اما در هر صورت فکر بسیار اقتصادیه که میتونه برات خیلی خوب باشه. برای عزیزان دلم دارم مرمایای عزیز براتون دارم ستاره رو میبینم که ستاره بخت و اقباله. اگر نیت عاطفی داشتی 100% یک بخت اقبال خوب برات هست. اگر برای مالی نیت داشتی برات شانس خیلی خوب رو دارم میبینم و خداوند رو میبینم و کائنات رو که انرژی های عالی رو به سمت شما مهرمایی عزیزم روانه خواهد کرد. انشالله که برات خیر هست. هر نیتی که داشتی ستاره روش افتاده که فوق العاده برای شما عالی هستش. انشالله به امید خدا براتون همه بهترین ها پیش بیاد. برای آبان ماهی ها من یه قضاوت رو دارم برات میبینم، قضاوتی بین شما و یک شخص که خواهد شد، یا یه کار قانونیه که حالا دنبالش هستی انجام بشه که انشالله برات انجام خواهد شد. اما برای بعضی ها یه مسئله مثل طلاقه، مثل جدایی هستش، یه اختلاف خانوادگی بین زن و شوهری هستش که یه مقداری حس میکنم که قاضی دادگاه، اگر که دادگاه طلاق داری، این قاضی یک مقداری شما رو عقب میندازه و این باعث ناراحتی شما خواهد شد. یعنی یه کمی انگار که عقب میفته. ممکنه در مورد مهریه باشه، ممکنه در مورد بچه هاتون باشه اگر فرزند دارید، در مورد هر چه که هستش من دارم شما رو میبینم یه سری مشکلات خانوادگی، مشکلات عاطفی که حتی تا پای طلاق پیش خواهد رفت. و اگر کار قانونی نیت کردی دوست عزیزم، قطع به یقین شما یک کار قانونی در پیش خواهید داشت که یک مقداری تعلل در اون هست، یکم زمان بری داره تا اونجوری که باید حل بشه. چون به هر حال من یک کار قانونی میبینم که دو طرف دعوا وجود داره و باید یک قضاوتی بین این دو
انجام بشه. این حتی ممکنه در مورد ارث و میراث باشه، در مورد خانواده باشه، در مورد شما و رفیقتون باشه، محیط کارتون، هر چه. به هر حال یه کاری دارم براتون می‌بینم. اگر کار اداری هم باشه نیت کردی، یک نفری باید باشه که این وسط مشکلات رو برای شما حل بکنه. اما در کل چیزی که دارم برات می‌بینم یه سری مشکلات عاطفی هستش که برای شما پیش خواهد اومد. احساس تنهایی رو دارم براتون می‌بینم که شما رو یه کمی حال مثلا جالبی بهتون نمیده، حالت خستگی براتون افتاده. شاید در مورد حالا شما حتی مسائل عاطفی داشته باشید یا مسائل شغلی داشته باشید، یه مقداری می‌بینم چه با همکاراتون چه با شریک عاطفیتون احساس تنهایی براتون افتاده که چند مدتی رو باید صبر بکنید تا انشالله به عدالت برسه. در کل به عدالت رسیدن توی مسئله‌ای که غم و اندوه برات داره رو من دارم برات می‌بینم که انشالله برات خیر باشه دوست عزیزم و هر مشکلی داری به زودی زود برات حل بشه. برای آذر ماهی‌ها چیزی که دارم می‌بینم یک مهر، یک امضای یک شخصی که بالا دست شما هست، یک امضای شخصی که توی یک جایگاه مناسب هست برای شما، برای حل شدن مشکلاتتون. انشالله که براتون خیر باشه. خبرهای خیلی خوبی رو دارم برات می‌بینم که روزت رو زیبا خواهد کرد، به زودی زود برات پیش خواهد اومد. مراجعه تو به یک شخصی که برای حل حالا یه سری مشکلاتت باید از اون کمک بگیری، شاید مشاور باشه، شاید همسرت باشه، شاید افراد حالا خانوادت باشه. ببین هر مسئله‌ای که هستش دارم مراجعه شما به یک شخص رو می‌بینم، شخصی که جایگاه خوبی داره و میتونه بهتون کمک کنه. اگر برای ورود یک شخص به زندگی نیت کردی، شخصی رو می‌بینم که روی یک صندلی ریاست نشسته و یک جایگاه اجتماعی خوب داره و سناً یک مقداری از شما بالاتره، سن میان سال رو به بالا جا افتاده داره و آدمی هست که همه روی اون حساب میکنن. اگر خودت توی این موقعیت هستی، برات خبرهای خوبی در مورد هر نیتی که کردی دارم برات میبینم، به خصوص در مورد نیت‌های عشقی و عاطفی و یا نیتی که خیلی دلت میخواد برات انجام بشه. یه مقداری شما رو آدم احساساتی میبینم که در ظاهر آدم خشکی به نظر میاد و این باعث میشه که شاید یه مقداری احساس تنهایی کنی، شاید دیگران به درستی شما رو نشناسن. اما هر چه که هستش شما رو آدمی میبینم که دل بسیار پاکی داری، کمک حال همه هستی و شاید خیلی زود کسانی از شما کمک هایی رو بخوان که شما به اونها کمک خواهید کرد و این بسیار برای زندگی شما میتونه عالی باشه. هر نوع نیتی که داشتی دوست عزیزم برای شما انشالله خبرهای خوبی در اون باره وجود داره، چرا که من دارم چیزی رو برات میبینم که نشون دهنده رسیدن شما به اون چیزی که توی ذهنت داره میگذره. اما یک مقداری باید این زندانی که برای خودت درست کردی، این که توی حالا به قول معروف چه توی روابط عاطفی چه توی روابط شغلی، توی رابطه هات به طور کلی کمی خشک به نظر میاد، یک کمی باید این رو تجدید نظر بکنید درش. و اگر که منتظر شخصی هستین توی زندگیتون، اگه شما خانمی هستین منتظر شخصی هستین که آذر ماهی باشه، با این خصوصیات باشه و یا حتی شخصی باشه که متولد مرداد باشه، من کسی رو میبینم که از به سمت زندگیتون خواهد اومد. اگر از زندگیتون رفته کات داشتید، از اون خبرهایی رو حتما خواهید داشت. خبر خیلی خوب که شما رو بسیار خوشحال میکنه در هر موردی که بوده و رسیدن شما به قله موفقیت رو داره به من نشون میده که فوق‌العاده برای شما عالی هست انشالله دوست عزیزم و جای نگرانی نیست. برای دوستان عزیز دی‌ماهی، عزیزانی که خانواده دارن، متأهل هستن، دارن برات شادی رو زیر سقف خانوادت و زیر سقف خونت و خوشبختی رو دارم برات میبینم، رنگین کمانی رو میبینم که نشون دهنده رنگی شدن زندگی توست. اگر حتی مجرد هستی، اگر که نیت کردی برای ازدواج، برای حتی اگر مجردی دلت میخواد یک خونه مجزا داشته باشی، یک جای جدا زندگی بکنی، هر چه که هست دارم برات آرامش و خوشبختی رو میبینم. خدا رو شکر که خیلی خیلی برات عالی هستش و این تغییراتی که 180 درجه مثبت هست برات دارم میبینم. و اگر نیتت عاطفیه، اگر نیت کردی ببینی به شخص دلخواهت خواهی رسید، 100% برای شما وجود داره. اگر نیت فرزنددار شدن رو کردی، 2 تا فرزند رو در طالعت دارم میبینم. اگر برای فرزندت نیت کردی که فوق‌العاده عالی هستش. به هر حال خوشبختی زیر سقف خونت رو دارم برات میبینم و آرامش همه جانبه، چه از لحاظ عاطفی چه از لحاظ
هر چه که نیت کردی کاری مالی، هر چه که هست انشالله برات خیره. خبرهای بسیار خوبی دارم از لحاظ کاری مالی برات میبینم، انشالله که برات خیر باشه. دوست عزیزم، چیزی که دارم برات میبینم مدت زیادیه که داری تلاش میکنی برای یک مسئله‌ای و حتی تا مرز ناامیدی رفتی دیگه، کلا شاید قیدش رو زده باشه. خیلی تلاش کردی، آدم با اراده و مصممی هستی، تلاش زیاد کردی، اما نگران نباش چون خبرهای خوب برات دقیقاً در نقطه‌ای که تاریک‌ترین نقطه است برات خبرهای خوب رو دارم میبینم. و اینکه یک بحث و درگیری، البته نه درگیری آنچنان، یک بحث در یک جمع رو دارم برات میبینم، یا یک بحث با یک جمع. شاید شما خیلی احساس تنهایی میکنی و با یک عده آدم هی در حال نزاع، در حال به قول معروف بحث کلامی هستی که این اگر رهاش کنی برات بهتره. چون اون آدم ها، حالا چه تو محیط کاریت، همکارات باشن، چه خانواده‌ات باشن، هر که باشه، این آدما رو تو نمیتونی قانع بکنی. آدمایی هستن که در نهایت مجبور شی ولشون بکنی. یک نفرم میبینم که در کنارت هست و بهت کمک میکنه. خب حالا ممکنه توی همکارات باشه، حالا هر کسی باشه، به هر حال هر چه کس، اگه بحث خانوادگی هستش سعی کن همیشه کوتاه بیای، چون نمیتونی دیگران رو قانع بکنی. حتی هر بحثی که هر کجا که هست، اگر به فکر ماشین هستی، دوست من برات ماشین رو میبینم. اگر میخوای معامله ماشین کنی، خرید و فروشش برات میتونه در حال حاضر خوب باشه. این که میگم در حال حاضر چون که نمیدونیم در چند روز آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. به هر حال بعضی وقتا برات دارم میبینم که بلند پروازانه فکر میکنی، تا یه حدودی برات میتونه خوب باشه، اما بعضی وقتا اینقدر بلند پروازانه فکر میکنی که ممکنه باعث ناراحتی بشه برات. اگه جدا افتادی از شخصی و فاصله داری، نگران نباش، اون شخص به سمت شما برگشتش وجود داره و فاصله ها برداشته خواهد شد. یک مقداری موانع سر راه کارت هم دارم برات میبینم، به خاطر وجود رقیب کاری هست، اما شما بر اونها در نهایت پیروز میشی و گاهی میبینم بعضی از شماها مسیر شغلی، مسیر کاریتون رو حتی ممکنه که تغییر بدی. روی ریه، روی قلب، روی کبد مراقب باش که ممکنه یه سری بیماری هایی وجود داشته باشه، یه سری مشکلاتی در اوایل مشکلاتت باشه. دقت داشته باش و خداوند بدون که صدای تو را خواهد شنید و بالاخره زندگی اون روشنایی که مد نظرته بهت به امید خدا خواهد داد. برای بهمن ماهی عزیز، افسردگی، خستگی به لحاظ کاری رو دارم میبینم یا به لحاظ رفتارهایی که از جانب مردم دیدی. از پشت خنجر خوردن رو دارم برات میبینم و ناامیدی رو که تو رو به شدت خسته و خیلی ناراحت کرده. چیزی که دارم در حال حاضر میبینم گریه و غم و غصه برای شماست و اینکه کسی زیرابت رو زده. بیشتر دارم توی محیط کاریت میبینم، قرارداد کاری ممکنه که شما داشتی یا یه کاری رو انجام میدادی که حالا یا تموم شده یا اینکه شما کلا ممکنه مثلا بیرون کردن یا خبرایی به گوشت رسیده که کارت میخواد تموم بشه. به هر صورت هر چه که هستش، انگار که سرت کلاه رفته از جانب حالا اشخاصی که بیشتر از لحاظ شغلی و کاری میبینن و یه مقداری مشکلات مالی شما رو به هم ریخته کرده. انگار اسم میکنی هر چی تلاش میکنی اون چه که میخوای نمیشه. اما خبر خوبی که برات دارم اینه که اولا اگر بیکار هستی مطمئن باشی قرارداد کاری رو من دارم برات میبینم. اگر که منتظر ورود شخصی به زندگیت هستی، این قرارداد میتونه قرارداد ازدواج باشه، میتونه یه حالا به اصطلاح خواستگاری باشه که به خونتون میاد به صورت رسمی. هر چه که هستش برات بسیار عالیه. اون چه که شما از ناحیه‌اش شکست داشتی، از ناحیه هر چه که شکست داشتی، چه کاری، چه مالی، چه عاطفی، هر کدوم که بوده، دارم برات میبینم انشالله روبرا شدن شرایط برات وجود داره. به زودی قرارداد کاری خواهی بس یا اینکه وارد کار جدیدی خواهی شد، کلا روند کاریت رو تغییر میدی که غم غصه هات رو از بین خواهد برد. این همه خستگی کاری، مقداری نیاز به استراحت داری و چیزی که دارم برات میبینم تعادلی هست که انشالله بر سر، حالا مثل اینکه مثلا یه کاری بکنی برات سود بده و برات خوب باشه، خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که حتی تصورش رو میکردی. ورود یک آدمی که از لحاظ مالی دستش به دهنش میرسه توی زندگی دارم میبینم. اگر نیتت بوده، اگر شخصی توی زندگیت هست که از جانب شکست خوردی، شخصی بوده مایه‌دار بوده به قول معروف، این امکان برگشتش به زندگی وجود داره و تعادل برقرار شدن توی زندگیت از هر نظر که نیت کردی برای خودت یا برای عزیزانت دارم برات میبینم. انشالله که برات خیر باشه دوست عزیزم.
برای دوستان اسفند ماهی یک مقداری میبینم که مسائلی که دور و برت ریختی زیاد از حده، یا کارهای زیادی داری میکنی، یا هرچی که هستش دور و برت رو میبینم خیلی شلوغ میکنی. خب حالا میخوای یه چیزی یاد بگیری، میخوای یه کاری بکنی، هر چی که دورتو خیلی شلوغ کردی و گیجی رو دارم برات میبینم، بلا تکلیفی رو دارم برات میبینم که نمیدونی چی کار بکنی. یه کمی بهت هشدار داده باید دقت داشته باشی، نکنه که راه اشتباهی بری بین این همه مسیری که خودت رو در اونها گم و گور کردی. اما در کل برات میبینم که راه برات باز خواهد شد. دوست عزیزم ببین، چیزی که دارم برات میبینم یه مقداری ساده لوحانه رفتار کردنه. یکم شما آدم ساده لوحی هستی، ممکنه که به خاطر همین در یک مسیرهایی بیفتی که یکم شما رو گیج کنه. اما به هر حال چیزی که دارم برات میبینم یک طلوع تازه توی زندگیته، یک روشنایی تازه توی زندگیته. در هر مورد که نیت کردی خبرهای خوبی رو برات دارم میبینم. ببین، ساده دلیت یک مقداری برات خوبه، به خاطر اینکه خدا به تو نگاهی ویژه داره. یک مقداری هم شما رو گیج میکنه، دقتت رو کمی بالاتر ببر. اگر قرار هست که یک کاری بکنی، سرمایه گذاری کنی، پول خرج کنی، قراره یه حرکت شغلی بکنی، پیشنهادی بهت داده شده، یکم باید تحقیقاتت بیشتر باشه، به راحتی با هر تنابی توی چاه نری دوست عزیزم، و این باعث نشه که دیگران بخوان از تو سوء استفاده کنن. در کل دارم برات روشنایی روزهای خوب رو میبینم، سبز شدن ایام، سبز شدن زندگیت رو دارم برات میبینم. یه کمی شما چون که بیخیال هستی، یعنی نمیذاری زیاد غم و غصه ها برات دوون داشته باشه، چیزی که دارم برات میبینم اینه که انشالله خبرهای خوب و روشنایی ها توی زندگی برات وجود داره و یه آغاز دوباره است برات که فوق العاده میتونه برات خوب باشه. شاید شما توی یک مسیری سرمایه گذاری بکنی که تا 6 مدت آینده خبرهای بسیار خوبی برات هست، طوری که حتی خانوادت هم از این موضوع شاد میشن. شما رو میبینم که خبرهای خوشی رو برای خانوادت به همراه میاری، یعنی به اونها خواهی داد. این ممکنه در مورد این باشه که وضعیت مالیت بهتر خواهد شد و وضعیت مالی خانوادت انشالله بهتر خواهد شد اگر نیتت این بوده. هر چه که بوده به هر حال یک سرمایه‌گذاری، حالا چه مالی، چه به اصطلاح جسمی، چه هر چی که باشه، چه روحی، چه زمانت، انرژیت، هر چه که باشه دارم برات میبینم که انشالله نتایج خوبی رو خواهد داشت. اگر پدر و مادرت رو از دست دادی، خب دعای یا پدر یا مادرت رو از دست دادی، اگر که رفته ای داری از نزدیکان، من برات میبینم که دعای خیر اونها همیشه کارساز زندگی شما خواهد بود و ارتباطی است برای شما، و مطمئن باش که خبرهای خوشحال کننده برای شما وجود داره. هر مشکل خانوادگی که داری، اگر که متأهل هستی یا اگر مجرد است، هر مشکلی داری انشالله برطرف شدنش برای شما وجود داره دوست عزیزم. و بیشتر دارم میبینم دستت به لحاظ مالی پر خواهد شد، یه کار جدید رو اندازی خواهی کرد، یا یه خونه جدید خواهی گرفت، یه ملک جدید. هر کدوم اینها که باشه خیلی میتونه برات عالی باشه و میبینم که باعث خوشحالی عزیزانت خواهی شد. ممکن خانواده خودت، ممکن خواهر برادرت، هر کسی ممکنه باشه. برای خبرهای خوب رو، موفقیت رو دارم برات میبینم، یک شروع تازه که به موفقیت خواهد رسید. فقط تنها هشداری که وجود داره دوست من این هستش که یکم باید ساده لوحانه با موضوع برخورد نکنی. دوستان عزیز، ممنون از همراهی شما تا انتهای این ویدیو. اگر فالو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، برامون کامنت های پرنور بذارید. اگر تا انتهای ویدیو همراه ما بودید حتما عدد 888 رو بنویسید تا برای شما انرژی های ویژه‌ای گذاشته بشه. همچنین که اگر تا این لحظه عضو کانال ما نشدید و به فعال علاقه دارید، با ما همراه بشید با زدن دکمه سابسکرایب و فعال کردن زنگوله. دوستتون دارم و در ویدیوهای بعدی میبینمتون. بدرود دوستان عزیز.